به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود هموطنان عزیز، کسانی که این لحظه ها در خط با ما هستند. من پیش از همه خداوند منان را شکرگزار هستم که این فرصت را برای ما عنایت کرد و دعا میکنم که پروردگار رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، اون دعایی که پیامبر اکرم کرده بود در قرآن مجید هم هست برای حضرت موسی، و با این دعا صحبت اول خود را با مردم شریف آغاز خواهیم کرد. ما در پیمان ملی تاجیکستان تصمیم گرفتیم که صحبت‌های پیوسته را با مردم از این به بعد داشته باشیم و برابر آن که اعلان شد از طرف مسئولین این طرح در دوام این چند روز، والا شمارش رو دقیق نمیدونم، ولی شاید که صدها سوال آماده باشد که دوستان با من پرینت کردن در اینجا هست و من تلاش میکنم که با کمک خداوند و لطف دوستان به این سوال ها پسی هم جواب داده باشیم. و از دوستان گرامی هم خواهش میکنم، از هموطنان عزیز، از همه کسانی که زحمت کشیدند، سوال دادند، حالا جدا از اون که سوال ها چه محتوا دارد، بالاخره همه زحمت کشیدند و دستشون درد نکند. این دوستان مطمئن باشد که با سوال یک و یک آنها جواب خواهد شد. اما شاید که در رفت صحبت بخصوص صحبت امروزه ما نتوانیم به همه سوال ها جواب گوییم، چون سوال ها خیلی زیادند و سوال ها طرز داده شدن که یک قسمتش ربط دارد به موضوع اعلان شده امروز که بیشتر ما میخواستیم درباره پیمان ملی تاجیکستان صحبت کنیم. البته هستند چندین سوال‌های مربوط به پیمان ملی، هستند سوال‌های مربوط به فعالیت و وضعیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یک مقدار سوال‌های دیگر که حتی به مناسبت‌های شخصی و خصوصی و حتی خانوادگی هم ربط دارن. بعضی از سوال‌ها ما تلاش میکنیم با یک این سوال‌ها جواب گیریم و بازم تکرار میکنم، معذرت میخوام از بعضی دوستان که شاید به سوال از برخی از شما نتوانیم در همین نشست جواب گیریم، اما مطمئن باشید که حتما به سوال خود جواب خواهید گرفت. من اگرچه اعلان شده بود که به سوال ها بیشتر درباره پیمان صحبت کنیم، جواب بگیریم، اما با اجازت دوستان، به خصوص با اجازت دوستان در استودیوی مرکزی، من پیشنهاد میکنم که بله یک مقدار درباره پیمان هم صحبت کنیم، اما احساس میشود که مردم در همین لحظه بیشتر دنبال بعضی سوالهای دیگری هستند که شاید از نگاه آنها مهمتر از پیمان، مهمتر از حزب نهضت، مهمتر از حتی وضع سیاسی و اجتماعی کشورمون هست. خب بالاخره برای احترام به این مردم من پیشنهاد میکنم که کاری کنیم که یک برخی از سوالهای مردم که حتی اگر به موضوع پیمان هم ربط نداشته باشند، ما با سوالهای آنها جواب هم بگیریم. من با اجازهتون، چون مقدمه زیاد نمیخواهم داشته باشم، وقت شما رو هم نگیرم، شروع میکنم از سوالها به همون ترتیبی که وارد شدند و به من پیشنهاد شد. یک نکته هم اشاره کنم که به من رسانیدن که بعضی از مسئولین این طرح بعضی سوالهایی را که از نگاه خودشان در اون تحقیر بوده است، در اون مسئله های پروکاسیونی هست، یا به هر دلیل یا حذف کردن یا تلاش کردن که حذف کنن. من خواهش میکنم از این به بعد هم که بگذارید مردم حرف دلشون رو بگن. بله اگر تحقیر آشکار هست، نه تنها نسبتی من بلکه نسبتی یگون شهروند دیگر، انسان دیگر، بله اون باید حذف شود یا حداقل همون قسمتی تحقیر رو حذف کنه. شاید در داخل اون همه تحقیرها باشن سوال‌ها یا مسائلی که مهم است و جامعه نیاز دارد که آنها رو بشنود. خواهش میکنم از این بابت دیگر زیاد چنزور نکنند، غیر از حالتهای تحقیری آشکار و پامال کردن حقوق انسان ها و همه چیزی که علیه من هم باشد، تحقیری حالا بسیار فحش نباشد اگر، ولی سوال های دشوار به گفتی اون مردم و پروکاسیونی دیگر همه رو خواهش میکنم بدون اختصار و سنزور به ما بفرستن و همچنین که امروز در اینجا کردید و من هم تلاش میکنم که با همون ترتیبی که وارد شدند جواب بگم. فقط یک خواهش از دوستان این است که منبع که ما انشاءالله با شما پیوسته در تماس هستیم،
سوالها رو تلاش کنید که وابسته به موضوع اعلان شده بدهید، بفرستید. چون گاه می شود که برای مثال برای برخی از مردم جالب نیست که درباره مثلا سوالهای دینی بشنوند یا درباره مسائل شخصی و خصوصی بشنوند و آنها دوست دارن از یک رهبر سیاسی بیشتر درباره مسائل سیاسی کشور، وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بشنوند. بنابراین وقتی که اعلام میشود نام موضوع، تلاش کنیم که سوالها را وابسته به همون موضوع بفرستیم. اما چون آغاز کار هست و درک میتوان کرد مردم رو هم که خیلی سوالها زیادند و باید مردم سوالهایشون رو بگویند و از همین سوالها معلوم است که مردم گفتنی زیاد دارند. من میخواستم با اجازت دوستان از یک سوال عمومی آغاز کنم که در برخی از سوالها تکرارا آمده است و بعضی ها خواستند آشکارا بپرسند و بعضی دیگر حتی با کنایه و با یک آهنگ تحقیرآمیز که چرا پنهانید و چرا صحبت نمیکنید و چرا با مردم در تماس نیستید و از این حرفا که واقعا هم سوال درست منطقی هم هست، مردم هم حق دارن. دوستان عزیز، خیلی شفاف و آشکار میگم، گفتنی ها زیادند و باید گفتشان، اما چرا من عمدن این کارا نکردم طول این 3 سال گذشته که البته گاه گاه در اینجا آنجا در مناسبت های گوناگون با مردم صحبت میکردیم. این طبعا نبود که کاملا با مردم صحبت نکرده باشیم، اما درست میگید مستقیما و پیوسته با مردم صحبت های زیادی نداشتیم و اینم دلیل داشت. اصلا من طرفدار آن نیستم که یک سیاستمدار چی موضوع درست است یا نیست، مناسب به او هست یا نیست، موقعی گفتنش هست یا نیست، همیشه در صحنه باید صحبت کند. مهم که همیشه در صحنه باشد، مهم که همیشه گپ زند. فکر میکنم این یک نقطه ضعف سیاستمدارا هست. نه تنها سیاستمدارا، بسیاری از حتی غیر سیاسیون ما هم متاسفانه گرفتار این مشکلی هستند که همیشه میخواهند در صحنه باشند، همیشه درباره چیزی حرف بزنند. من بیشتر طرفدار آن هستم که سخن را وقتی باید گفت که حرفی برای گفتن داشته باشد و موقع و فرصتش فرا رسیده باشد. من چرا تا این وقت خاموش بودم به اصطلاح، اگرچه خاموش هم نبودم، به خاطر آن بود که دنبال مشغول کارهای تشکیلی بودیم. بالاخره وقتی که با مردم نوعی صحبت میکنی باید حرفی برای گفتن داشته باشی، باید دیدگاهت روشن باشه، باید بدونی درباره چی صحبت میکنی. طول این 3 سال نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از این حادثه فاجعه باره که شد و خیلی هم ناگهانی و واقعا که همه در حالت شاک بودن، نیاز به یک فرصتی داشت تا اینکه خود را بازسازی کنیم، به هم بیاییم و بالاخره در این شرایط جدید جای خود را پیدا کنیم که ما در این شرایط نو چگونه میتوانیم فعالیت کنیم و برای آینده کشور چه برنامه داریم. تنها اون وقت میتوان با مردم صحبت کرد وقتی که شما مسائل تشکیلی رو انجام میدهید و حرفی برای گفتن با مردم دارید. اما همین که من بیام پس دوربین بشینم و فقط برای آن که مردم بگویند که خاموش نیست، هرچی از دهانم بیاد بگم بی اساس، بی دلیل، بدون آن که بالای آن فکر کرده باشم، من شخصا طرفدار این گونه برخورد و مناسبت نیستم. حالا با دوستانی که میل دارن دیگر خیلی باشد، خب کاری شخصی آن هست، ولی امروز که الحمدلله دیگر واقعا هم کارهای تشکیلی انجام شدن، ما در این مدت 3 سال توانستیم هم پیمان ملی تشکیل شد، هم نهضت فعالیتش از نو بازسازی شد و ما بالاخره با چند سوال در نزد خودمون جواب پیدا کردیم که ما کی هستیم، در چه شرایط هستیم، رقیب ما، طرفهای دیگر در کدام حالت هستند و در این شرایط جدید چگونه میتوان مبارزه کرد. وقتی که به این سوال ها نزد خود جواب پیدا کردیم، اینک لازم دانستیم که با مردم عزیز و شریف خودمون هم در تماس باشیم، دیدگاه خود را بگوییم، حرف مردم را بشنویم تا اینکه یک صحبت دو جانبه‌ای ثمرناک باشد. اما همین که بدون برنامه، بدون دیدگاه روشن من بیام هر روز پس دوربین بشینم و حرفای چپ و راست بگویم، به نظر من هم برای مردم خسته کننده است، هم مناسب به یک حرکت سیاسی محترم و یک سیاستمدار هم نیست. بنابراین همین فکر میکنم که مردم عزیز در خواهند کرد و
این لحظه که الان ما با شما هستیم معنی آن را دارد که پیمان ملی تاجیکستان شکل گرفت و الان ما آماده هستیم، تنها من نه، تمام مسئولین پیمان آماده هستم که با مردم شریف در گفتگوی دائمی باشم. خب شروع کنیم از سوال هایی که مردم دادن و من به واسطه شروع میکنم از سوالی که اولین وارد شده است طبق گفته مسئولین، از نام خواننده با نام ساربان عاشق، که البته باید بگم که از نام مشخص است که نام واقعی نیست. حالا هر کی هم باشد، بسیار از استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی از شهروندان با دلایل گوناگون نام واقعی خود را نمی‌نویسند و حق هم دارند، چه مثلا کارمند حکومتی باشد با هر دلیل از نام‌های مستعار استفاده میکنند، چه مخالفین. اما این دوستی عزیزمون چند سوال گذاشته است. با اجازت دوستان من شاید که همه سوال‌ها رو نخوانم چون هم وقت رو میگیرد ولی تلاش میکنم محتوای آنها رو به شما بگویم و اتفاقا شاید که بعضی سوال‌ها رو به وقت دیگر مانیم، حتی از همین آقای ساربان هم و از دیگر دوستانم. ایشان در سوال اولشون خب مسئله رو مطرح کردن، یک کمی از ما تعریف و تمجید هم کردن که دستشون در نکند، اما در ادامه سوال گفتن که آیا بار فکر نکردید که برای شما اشتباهی سیاسی بود که رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به عهده گرفتید و هیچگاه سالهای پیشتر به گفت ایشان ما را در دورهای سیاسی نمیشناختند و علاوه خصوص در تاریخ حزب و آیا میتونستم که هنگامی مرا انتخاب کردن راضی نشوم یا کنار بیستم؟ واقعا بسیار سوال مهم است، دستشون در نکند. من به ایشان گفتنی هستم که شاید دوستی عزیزم یک کمی از تاریخ حزب آگاهی ندارند و حق هم دارند، ولی من تا سال 1997 اصلا در صحنه سیاسی تاجیکستان با گفته ایشان حضور نداشتم، چون سالهای گلاسنوس یا پریسترویکا منم یک از جوانان اون زمان خیلی پرشور و مبارز در صحنه بودیم. بعدا در سال 90 دقیقا در نیمه این میدان نشینی ها و حرکت های مردمی من به جمهوری یمن برای تحصیل رفتم و 2 سال تحصیل خود را در دانشگاه صنعا فاکولته شریعت بخش زبان عربی ادامه دادم. وقتی من البته از یمن برگشته بودم که دیگر در تاجیکستان وضعیت کاملا دیگر بود و فرانت خلقی دوشنبه را غصب کرده بود و اتفاقا من هم شب روز باز به دوشنبه هم رفتم و اصلا خبر نداشتم که در دوشنبه چی خبر است و 1 ماه دیگر در دهه‌مون در فیض آباد باقی موندم. بعد که روز شب سال نوی یعنی 31 دکبر من تاجیکستان را ترک کردم. اتفاقا در همون پروازی که ما تاجیکستان را ترک میکردم یا پرواز دیگرش بود، فکر میکنم 1 ماه بعدش بود، با همراهی برادر و دوستی عزیزم زید سعیدوف ما تاجیکستان رو یک جای ترک کرده بودیم. حالا برای اینکه تاریخ طولانی نشود، اما برای معلومات این برادر میگم که در تاریخ نهضت اسلامی تاجیکستان من شاید جوانترین وکیل انجمن حزب نهضت اسلامی شوروی بودم در شهر اشترخان یا استرخان و اون روز وقتی عکس ها رو میبرداشتیم در ارخیو دیدم که یک یا 2 عکس از همون انجمن تاریخی حزب نهضت شوروی هم هست که من که اون وقت شاید 20 ساله بودم، نمیدونم دانشجوی کورسی 2 یا 3 دانشگاه بودم، در اونجا شرکت میکردم. اون رفتن من به انجمن البته تاریخ خودش رو دارد که در اینجا نخواهم گفت، وقتی از اینجا رو نمیخوام گرفت. فقط این اشاره به اون خاطر هست که دوستی عزیزمون بدونن که یعنی در تاریخ نهضت، در حضوری من در نهضت، یعنی از سال 97 شروع نشده است، یک کمی سابقه دارد. اما در سال 97 بله من استاد نوری خدا رحمتشون کند مرا همچون یاور دعوت کردن. اون وقت در مسکو بعد تحصیل در اکادمی دیپلماتیک کار میکردم در یک سازمان بین المللی. خب دیگر تجارت داشتیم و کاری علمی داشتیم، اما گفتن شما برای ملت ضرور هستید. در این شب روز کمیسیون رشدی ملی کار را شروع کرد و من دقیقاً یادم هست اگر 15 سپتامبر 97 کمیسیون رشدی ملی کارش را شروع کرده باشد، 27 سپتامبر استاد همت‌زاده به من زنگ زدند و من روز 1 اکتبر در خدمت استاد نوری بودم و همچون کارمند کمیسیون رشدی ملی و بعداً
عضو کمیسیون رشد ملی فعالیت رو شروع کردم که در یک سال بعدش به ریاست حزب نهضت استاد پیشنهاد کردم و همینطور در فعالیت حزبی بودم. اما سوال این است که آیا بهتر نبود که من اون زمان کنار میرفتم؟ دوستی عزیزم، من فکر میکنم که اون وقت مسئله این نبود، مسئله منفعت شخصی نبود. حتی یادم هست وقتی که استاد نوری دعوت کردم گفتم که استاد من در مسکو هم تجارت دارم هم کار در یک سازمان با نفوذ بین المللی تازه بعد از ختم اکادمیا گرفتم، دیرکتور ریجنالی یک سازمان بین المللی در سابق شوروی هستم و خانه و منزل دارم. گفت که ببین محیدین، شما امروز ما صلح کردیم، برای ملت کادرها لازمه بیایید اینجا، مالید همه کارو همه امکانیت ها رو و بیاید به تاجیکستان خدمت کنید. وقت اونجا مسئله دیگه منفعت شخصی نبود. اگر منفعت شخصی می بود من در مسکو میموندم. حداقل وقتی که با کمیسیون رشد ملی آمدم و با اپوزیسیون وصل شدم یک منصب میگرفتم در از همون 30% که همچنین یاور رئیس کمیسیون رشد ملی همه این سندهای 30% از دست بنده گذاشتم و ولی نگرفتم و این رو همچون مسئولیت میدونستم. مادامی که برای ملت ضرور است لازم است ما باید در اینجا خدمت کنیم. بنابراین اون وقت این سوال نبود و من واقعا هم بسیار هم شفاف اعتراف میکنم که فکر میکردم که این به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آمدن چون یک حزب قانونی هست، طرف صلح هست، خدمت به ملت است و خدمت کردن به حزب یعنی به حزب رسمی کنستیتوشنی خدمت به ملت است. چرا نه؟ یک کس میتونه در حزب خلق دموکراتی باشد، یک کس در کمونیست، یک کس در حزب نهضت، بالاخره همش حزب قانونی هستند. از این نگاه من به فعالیت خود رو در اون سالها و هنوز هم فعالیت اشتباه نمیدونم بلکه این رو مسئولیت میدونستم و هنوز هم همچون مسئولیت میدونم. البته بله وقتی که اومدم دیدم که آسان نیست برای یک نفری که خب هم تحصیلات دینی دارد، هم دنیوی، هم نگاه‌های یک کمی فرق کننده دارد، در یک حزب سنتی دینی که با دیدگاه‌های خاصی زمان شوروی و حتی قبل از شوروی فعالیت میکنه کاری آسان نبود و هنوز هم نیست. این رو من اعتراف میکنم. اما بالاخره از یک کاری بزرگ، از یک کاری دشوار نباید ترسید و مبارزه هم همین است. باید تلاش کرد و اگر ما میخواهیم که هنوز هم این مشکلی هست، اگر میخواهیم که این بخشی بزرگ جامعه را با ملت داشته باشه نباید رها کنیم بگیم که خب حزب نهضت یک حزب دینی است، شما بیاید همچون یک آدمی تحصیل کرده و بیاید کنار نفران دیگر باشد. خب اگر ما همه روشنفکران، زیاییان، دانشمندان از حزب و حرکت ها بیرون برویم معنی را دارد که این را پرتافتیم به گروه هایی که میتوانند مسیر این آن حرکت رو به سمت دیگر برند. و حالا چون دوستان چند سوال دیگر هم داده شاید که همه صحبت ها رو در یک سوال نباید کنیم و شاید در دیگر حالات هم به این سوال ها جواب خواهیم گفت. اما خلاصه این جواب این است که اون وقت مسئله منفعت و کنار رفتن نبود، مسئله خدمت به ملت و دولت. سوال دیگر هم دادند که آیا بار اندیشه نکردید که مردانوار به تاجیکستان برگردید و به خاطر احترام اون 10 نفر زندانی شده های اعضایان حزب که شما رهبرش بودید با حکومت روبرو شوید؟ البته با حکومت روبرو شدن در زندان که امکان ندارد. شاید ایشون فکر میکنن که اگر من به خاطر احترام هم حزبی ها اگر برگردم به تاجیکستان مثلا با حکومت در کجا روبرو میشیم؟ من از این طرف پنجره زندان، اینا از این طرف پنجره زندان که البته این دیگر روبرو شدن گفتگو نیست. خب دوام سوال این است که آنها چیکار کنند؟ صبر و تحمل کرده عمر خود را در زندان ها گذرانند یا از قسمت خود ببینند یا بازگشت شما را انتظار شوند، منتظر شوند که شاید حکومت دیگر شود، رژیم تغییر یابد، رحمان آنها را عفو سازد یا شخص دیگر پرزیدنت شود. ببینید همه این سوال هایی که شما گذاشتید مطرح هستند. یکی از اینها اگر انجام شود ان شاء الله که اون برادران آزاد خواهند شد. البته اگر مثلا یک نفر دیگر به جای رحمان بیاد که مثل رحمان فکر کند، رهبریش مثل اندیشهش مثل رحمان باشد که تغییراتی نخواهد کرد. اما اگر یک نفر عاقل‌تر، آگاهتر و تفکرش ملی‌تر اگر بیاد حتما که وضعیت این برادران تغییر خواهد کرد، یا رژیم تغییر کند، حکومت دیگر شود یا یگان شرایط خاص دیگری با وجود بیاید که این برادران آزاد شوند که تمام زحمت و تلاش ما و دیگر دوستان در خارج در صف مخالفین یکی از هدفها همین است. اما سوال
شما این است که آیا شما بار اندیشه نکردید که مردم آور به تاجیکستان برگردید؟ اتفاقا همین سوال در چند جای دیگر هم هست. اگر مبادا دوستان دیگر همین سوال رو گذاشته باشند، من در همین جا جوابی عمومی دهم به این سوال، به نظرم کافی است. بر نگردیم بعداً به سوال‌های شما، چون خیلی هم زیاد میپرسند که چرا شما از تاجیکستان رفتید و حتی بعضی کلمه فرار رو استفاده میکنن. شما فرار کردید، خویش و تبار رو ماندید، اعضای حزب رو ماندید، دیگر و دیگر. این دوستی عزیز هم یک کمی با ادبانه این مسئله رو مطرح کردن. ببینید، من خدمت شما آقای ساربان و دیگر دوستانم عرض خواهم کرد که برآمدن من از تاجیکستان 16 مارس 2015 بود، دقیقاً 2 هفته بعد از انتخابات پارلمانی، و هدفم شرکت در کنفرانسی بین‌المللی مالزی بود که اونجا سخنرانی بود. بعداً گفتم بیام نزد فرزندان استانبول که تقریبا 3 سال باز، یعنی سال 2012 در استانبول زندگی میکردن، فرزندان اونجا تحصیل میکردن، اونها را سر بزنم و برگردم با تاجیکستان. وقتی که نمایندگان حکومت قبل از سفرم آمدن گفتن که شما نروید از تاجیکستان، نباید بروید، و در سطح رئیس کمیته امنیت هم این صحبت شده بود. گفتم برای چی؟ گفتن که خب حالا رهبریت کشور لازم دانست که شما باید در داخل کشور باشید، در منزل باشید، حتی سفرهای منطقه‌ای نکنید، از دوشنبه بیرون نروید، چون که خب ما کفالتی هیچی را داده نمیتونیم. یادم هست حتی میخواستم کلاب روم، اجازت نشد که کلاب روم. تقریبا 1 هفته بعد از انتخابات خواستم که به ولایت‌ها سر بزنم، مردم رو برای شرکت در انتخابات تشکر بگم و بگم که خب این انتخابات همین تقلب شده، شما زحمت کشیدید و یک مینه‌داری از مردم کنیم. خیلی تهدیدآمیز گفتن که شما حق ندارید از دوشنبه برای با مردم اصلا ملاقات کنید، مثل حبس خانگی. ولی بازم گفتم اگر حبس هم کنید من کلاب میرم، حداقل تا کلاب میرم، چون روزی ملاقات با اعضایان و طرفداران حزب در کلاب بعد از انتخابات تعیین شده است. من اونها رو وعده دادم. گفتم در راه هر حادثه شدن ممکن، گفتم خب دیگر نصیب باشد، هر چی در تقدیرمون. خلاصه ما حرکت کردیم. بعد گفتن خب 2 ماشین اجازت است، از 2 ماشین بیشتر نروید. شما تصور کنید رهبر یک حزبی اون زمان قانونی و برای ملاقات با هم حزبی خود به دوشنبه می رود، میگن که شما حق ندارید. بعد که مجبور شدن گفتن که 2 ماشین بیشتر نروید. ما در 2 ماشین در وحدت تفتیش معلوم است که اگر اونا ایستادن، رقمای ماشینی که ما پیدا شد، میلیسیونرها زود بین راه با رد خبر میتن که گذشت از پست ما، پست بعدی در وحدت، در نورک، در دنقره چند مراتب در درآمد کلاب ماشینا رو تحقیرآمیز تفتیش میکنن، همه رو پیاده میکنن بیرون و ما 1 ساعت دیر به کلاب رسیدیم. خلاصه اعضای حزب در کلاب تهدید کردن که شما نبیایید جلسه. اونا هم جمع شدن. ما 1 نیم ساعت نشستیم، خداحافظی کردیم، برگشتیم به دوشنبه و فضا رو طوری ساختن که ما دیگر باید در حبس خانگی بشینیم. با وجود این هم من گفتم که میروم سخنرانی میکنم در مالزی و برمیگردم. شما دوستان عزیز ببینید، وقتی که من رفتم مالزی 1 هفته بعد استانبول آمدم، دقیقاً در اولهای اپریل، یعنی آن زمانی که من آماده برگشتن به دوشنبه داشتم و جلسه ریاست حزب رو هم تعیین کرده بودیم، پروکراتور ژنرالی تاجیکستان در روزنامه جمهوریت اظهارات پخش میکند که نسبت من پرونده جنایی باز شده است. خب یعنی چی پرونده جنایی باز شده است؟ من بیام در فرودگاه دوشنبه حبس میکنم. و عیناً همون کاری را که با زید سعیدوف کردن. زید برای شرکت در مسابقه تنیس بازان به فرانسه رفت و پروکراتور ژنرالی اتهام خود را اعلام کرد. زید در یک حالت ماند که بیاید یا نباید. بعضی از مردم، اونهایی که میخواستن یا زید رو در زندان ببینن یا اینکه باور داشتن به حکومت یا باور داشتن به خودشان، گفتن که شما اگر بیگناهید جناب سعیدوف، بیاید برگردید اثبات کنید در نزد سود که شما بیگناهید. اتفاقا بعضی سیاستمداران هم ببینن ارخیو را، به زید چی گفتن؟ دعوت کردن زید بیا، ما حقوق شناس هستیم، حقوق شناس داریم، شما را حمایت میکنیم. ژورنالیست‌ها هم زید هم متاسفانه داده شد به این و باور داشت که شاید قانون هست در تاجیکستان، سود هست، شاید که مردم حرف میزنند، شاید اون نفرایی که دعوا میکردن که از زید پشتیبانی میکنیم با آنها تکیه کرد و برگشت به تاجیکستان. چی شد تقدیر زید؟ اتفاقا من در همون شب روز در مغرب بودم، مراکو کنفرانس بود، زنگ زدم که زید رو پیدا نکردم. شمس‌الدین سعیدوف برادر عزیز ما در آلمان
خواهش کردم که زود فرانسه برو جای زید رو پیدا کن و برسان که نرود بهترش ماند در خارج تا وقتی که مسئله کمی معین شود. شمس‌الدین زنگ زد گفت که رسوندم، گفت که بله مثل که وضعیت خوب نیست برای رفتن نمی رود و من خواهش کردم که به من زنگ زند. متاسفانه در وقتی که من فرودگاه رباط بودم یک زنگ آمده است ندیدم، بعدا زنگ زدم که تلفن زیدم خاموش، بعد فهمیدم که همون وقت فرانکفورت پرواز کرده است و دیگر ما نتونستیم نه زنگ بزنیم به دیگر و بالاخره رفت و گرفتار شد. حالا این قصه تلخی زید دیگه طبیعی است که برای من هم یک درس بود. چرا من برگردم به تاجیکستان و وضعیت این باشد؟ با وجود این هم شما اگر اهمیت داده باشید پروکراتور گنرالی بعد از یک هفته هم خاور و هم دیگر سایت ها از سایت جمهوریت برداشتن این اظهارات پروکراتور گنرالی رو از سایتشون که دیگر نبود در آنجا. ما این رو همچون سیگنال برای آن قبول کردیم که این اشتباهشون رو درک کردن که هیچ پرونده نیست و باز هم در فکر برگشتن شدم که شاید اون یک اشتباهی بود. بالاخره مسئله به شورای سیاسی نهضت کشیده شد و در شورا این رو مشورت کردیم. یادم هست من از استانبول آنلاین در جلسه شرکت کردم و شورای سیاسی تصمیم گرفت که رهبر حزب در خارج باقی بماند تا حل شدن بعضی مسائل ها، چون که خطر خیلی زیاد است. از آنه که رهبر حزب در داخل زندان می شود بهتر است که رهبر حزب در آزادی باشد، شاید که در آینده بتواند کاری کرده، وگرنه به دست خود آمده در زندان قرار گرفتن این برای یک سیاستمدار عاقل چندان کاری خوبی نیست. و این قرار شورای سیاسی بود که دیگر باعث آن شد که ما تصمیم نهایی گرفتیم و برنگشتم. اتفاقا یک چیز دیگر هم بگم، این چندان سیرم نیست. وقتی که باز هم من گفتم در جشن 27 ایون در جشن وحدت همون سال 2015 شرکت میکنم، یکی از مسئولین دولتی که قبلا باز همکار منظورم در پارلمان بود و بعدا وظیفه گرفت در یک مقامات، گفت که زنگ زد اون چون فهمید است که من آمدنیم، گفت که من خواهشم این است چون دیگر حرفی من همچون حرف یک دوست تنها قبول نکن، کسی که از این کوخنی خبر دارد اشتباه زید رو تکرار نکن. همین قدر بود و تلفن رو خاموش کرد. دیگر طبیعی است که برای ما هم چون یک شخصی مقامدار بلند و دوستی هم زید و هم ما این حرف رو میزند دیگر مسئله خیلی روشن بود. بنابراین دوستان عزیز، برای یک رهبر سیاسی کاری آسان نبود تصمیم بگیرد که در خارج ماند یا در داخل برود در وقتی که بالای حزبش اینقدر فشارها هست و تصمیم ساده نبود، آسان نبود. هنوز هم آسان نیست. هنوز هم هر باره که فکر میکنم درباره آن که میرفتم خوب بود، آیا در پهلوی برادران مینشستم اونجا راحت‌تر بود از لحاظ فکری و معنوی، یا در اینجا بودنم بهتر است که میتونم کار رو انجام دهم برای اونها، جواب یافتن دشوار است. هنوز هم جوابی مشخص نداریم، اما هر چی خدا خواسته بود همون شد. اما دوستی عزیزم ساربان، ببینید اگر در داخل زندان می بودم، فقط حالا گفت شما در دوام سوالتون اینجا گفتید که اگر من زندانی می شدم و برمیگشتم حتی گنرال ها و حکومتی هم شاید به من احترام قائل می شدن که خب این جوانمردی کرد و برگشت. اگر اونها احترام قائل می شدن به زید قائل می شدن. دوستی عزیزم به زید چی کارها کردن؟ چی تحقیر؟ شما رسانه رو خوندید، این سکلانکای و تحقیر کردن و مالکیت رو کشیده گرفتن. دقیقاً همون کار رو که با زید کردن با ما هم میکردن. اگر اونها با گفت شما اینقدر آدمگری و اینقدر شهامت میداشتن، این کار رو با زید میکردن، کار رو با محمد رضا اسکندرف میکردن، این کار رو با دیگر کسانی میکردن که در پهلویشان کار میکردن. من که همیشه با اونها در مخالفت بودم، رهبر یک حزب اپوزیسیونی بودم در داخل. زید اعضای حکومت بود، محمد رضا اعضای حکومت بود، غفار میرزایف و دیگر شخصیت ها اعضای حکومت بودن. با اونها چیکار کردن؟ وقتی که با اونها احترام ندارن، که با اونها همنشین، شاگرد، استاد، پس به من اپوزیسیونر این گنرال ها و حکومتدارانی به گفت شما حکومتی احترام میکردن تنها به خاطر اون که من برگشتم به وطن. البته که نمیکردن و ما هم محروم میشدیم از اون حالتی که امروز میتونیم به این جوان ها کمک کنیم. ببینید الان پرونده زید، پرونده محمد علی حیید، پرونده بزرگمهر به سازمان ملل رفت. باری اول در تاریخ فعالیت اپوزیسیونی حقوق بشری تاجیکستان
پرونده زندانی های سیاسی به سازمان ملل می رود و کمیته حقوق بشری سازمان ملل قرار قبول میکند درباره آن که از حکومت تاجیکستان طلب کند که هم اینها را آزاد کند و هم جبران بدهد به اینها برای پامال کردن حقوقشان. الان پرونده 11 نفر دیگر از زندانی های سیاسی در مرحله بررسی است. خب اگر اپوزیسیون در خارج نمی آمد، این کارها تشکیل نمی شد، فعالیت نمی شد، در زندان می بودیم همه، کی میکرد این کارها را در بیرون؟ مگر همین کسانی که تا امروز بودن؟ حالا بالفرض ما در زندان می بودیم و شاید دیگر دوستان زحمت میکشیدن، اما بالاخره این همه مدیریت میخواهد، اینا همه تلاش زحمت میخواهد، هماهنگی میخواهد و من فکر نکنم که یک بار همه در داخل زندان نشستن رهبران اپوزیسیا به نفع ملت و دولت می بود. خب ببخشید یک کمی جواب به سوال شما طولانی تر شد، اما چون سوال ها خیلی مهم بودند. و در آخر این دوستی زمان باز انا خواهش خوب کرده است که خوبش با جسارت تام از سیاست دور شوید، خاموش و آرام در کنار استید. بس است مسخره کردن مردم و مسخره کردن سیاست و مسخره کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. من تشکر میگم که واقعا دلتون به مردم و به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میسوزد. منم بارها فکر کردم و حالا هم دارم فکر میکنم که اگر کنار بروم الان به نفع مردم است، به نفع ملت است، به نفع حزب است و در مجموع به نفع کشور است، یا در سیاست هنوزم باشم و کاری را انجام دهم. خب بالاخره این تصمیم شخصی نیست. شاید برای منم راحت تر است که الان بروم کنار و دیگر دوستان این زحمت ها را بکشن، اما وجدان انسان اجازه نمیده. چگونه من کنار میروم وقتی که برادران من در زندانند؟ حالا کنار رفتن به معنای چی؟ شاید که بهترش بگوید که مسئولیت رو به یک کسی دیگر بسپار، یک کسی دیگر رهبر باشد، من مثلا معاون باشم، مشاور باشم، یک مسئولیت دیگر در حزب بگیرم، این مسئولیت خوب می بود. اما آن که من کنار بروم، دوستی عزیز، من کنار نخواهم رفت تا وقتی که زندانیان سیاسی هستند. من این را قبلا هم گفتم، حالا هم میگم که کنار نخواهم رفت، مبارزه رو ادامه خواهم داد ان شاء الله با کمک شما هم. ولی اگر ببینم با دوستان که لازم است که من از این مقام ها کنار بروم، یک مسئولیت دیگر بگیرم، چشم، حتما در این فکر هستیم. خدمت شما هم عرض شود که 2 مرتبه تا این روز استعفا دادم. یک مرتبه در اولین جلسه شورای سیاسی نهضت بعد از انتخابات که ما با پارلمان راه نیافتیم، خودم استعفا را اعلام کردم، گفتم برادران این فرهنگ سیاسی است که یک رهبر بعد ناکام شده در انتخابات کنار برود، چه انتخابات تقلبی بود نبود، حالا این فرهنگ سیاسی است. اما دوستان گفتن که تا انجمن حزب که ماه سپتامبر برگزار می شود 6 ماه دیگر بیسته، در انجمن ان شاء الله که ما شما را هم جواب میدیم و یک رهبر دیگر انتخاب میکنیم که متاسفانه حکومت اجازه نداد که این انجمن برگزار شود. و من در جلسه ریاست حزب در 2016 در استانبول از اعضایان ریاست خواهش کردم که به من 2 سال وقت دهید، منو به استعفا رها نکنید. در 2 سال من وظیفه خود میدونم که حزب را از نو جمع کنم، ساختارها رو در خارج بسازم، بعد خودم استعفا خواهم رفت. که 1.5 سال بعد ما ساختار حزب را ساختیم، حزب فعالیت رو در خارج شروع کرد، من استعفای خود را دوباره اعلام کردم در جلسه ریاست. باز هم ریاست خواهش کرد که یک مدت دیگر هم تا دیدن چند مسئله دیگر این مسئولیت به دوش ما باشد. خداوند نگهبانتون باشد آقای ساربان. ان شاء الله که در آینده به سوال شما جواب خواهیم گفت.